101. پسویند چیست؟ پسویند حصه نامستقل نطق بوده بعد از حصه های مستقل نطق آمده معنای گراماتیکی آنها را تغییر می دهد. پسویندهای اساسی زبان تاجیکی را و قطعی می باشند. 102. پیوندک چیست؟ پیوندک حصه نامستقل نطق بوده اعضاهای جمله و جمله ها را با هم می پیوندند. 103. پیوندک ها چند خیل می شوند؟ پیوندک ها دو خیل می شوند: پیوست کننده و تابع کننده. 104. پیوندک های پیوست کننده کدام هایند؟ پیوندک های پیوست کننده دو کلمه یا جمله را به همدیگر پیوست می کنند. آنها را به 3 گروه جدا می کنند. 1. پیوندک های پیوست کننده پیهم و او یو. پیوندک های او یو با کلمه یک جای نوشته می شوند. 2. پیوندک های پیوست کننده خلافی اما ولی لیکن. 3. پیوندک های پیوست کننده جدایی یا این یا کی یا این کی گو. 105. پیوندک های تابع کننده های کدام هایند؟ پیوندک های تابع کننده جمله پیرو را به سر جمله تابع می کند. پیوندک های تابع کننده این هایند: کی، تا کی، تا این کی، برای آن کی، زیرا، زیرا کی، از بس کی، وقت کی، اگر، اگر کی. در بین پیوندک های ترکیبی اگر کی، زیرا کی، وقت کی، وقتا کی پیش از کی ویرگول گذاشته نمی شوند. 106. حصه چه چیست؟ حصه چه حصه نامستقل نطق بوده به کلمه، جمله و به تمام بیان تابش های گوناگون معنوی می بخشد. حصه چه ها تغییر نمی یابند و اعضای جمله هم نمی شوند. 107. حصه چه ها از روی ساخت چند خیل می شوند. حصه چه ها از روی ساخت دو خیل می شوند: ساده، انا، ها، تنها، کنی، ترکیبی، گویا کی، ها، انا. 108. حصه چه ها از روی معنا و وظیفه چند خیل می شوند. حصه چه ها از روی وظیفه و معنا به خیل های زیرین جدا می شوند: سوالی، مگر، آیا، نخود، تاکیدی، حتی، هم، خواه، تصدیقی، ها، بله، آره، خوب، این کاری، نه، نه، قوه دهنده، منه، کو، محدودی، فقط، تنها. 109. کدام حصه چه ها با دفیس نوشته می شوند؟ حصه چه های زیرین با دفیس نوشته می شوند: کو، دیا، چی. این حصه چه ها خاصی
забони гуфтугӯиянд. 110. нидо чист? он ҳиссаи ёридиҳандаи нутқ ки барои ифодаи ҳаяҷону ҳиссиёти гуногун ва барои хоҳишу ризоият хизмат мекунад нидо ном дорад. мисол: ваҳ, вой, ҳой, ҳайҳот, дареғо, уф. нидоҳо аъзои ҷумла шуда наметавонанд.